در این قسمت برنامه حجت الاسلام مصطفوی عضو حوزه علمیه قم و نجف روی خط تلفنی ما هستند. آقای مصطفوی، انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی رو چگونه دیدید؟ عرضم به خدمتتون که اول سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم. من یه ایرادی به سوال شما دارم، این که واژه انتخابات در صورتی میشه ازش استفاده کرد که واقعا حق انتخابی باشه. ما در این برنامه، در این کارنوالی که حکومت جمهوری اسلامی را انداخت، هیچ حق انتخابی مردم نداشتن. یک انتخابات تک‌حزبی بود که قبلا هم در کشورهای دیکتاتوری رو دیده بودیم و بیشتر به نظر من این انتصابات بود و تحت تدابیر شدید امنیتی هم بود. ما بسیاری از دوستانمون که باشون تماس می‌گرفتیم و در جاهای مختلف ایران، نه فقط قم یا شهرهای بزرگ حضور داشتن، که بسیار نه تنها خلوت بوده حوزه‌های رأی‌گیری، خیلی هم شرم‌آور بوده برای حکومتی که در این روزهای گذشته تبلیغات بسیار زیادی کردن و مردم رو دعوت به شرکت کرده بودن به صورت کاملا، باز تکرار میکنم، شرم‌آور التماس میکردن از مردم که بیاین رأی بدید. و من باید تشکر بکنم از مردم ایران، مردمی که واقعا نشون دادن که شعور سیاسی و اجتماعی بسیار بالایی دارن و این حماسه رقم خورد، اما حماسه رو مردمی که در خونه ها نشستن رقم زدن. آقای مصطفوی، جایگاه روحانیت رو در نهمین مجلس شورای اسلامی چگونه می‌بینید؟ گفته میشه نقش نهادهای نظامی و امنیتی پررنگ‌تر شده و نقش روحانیت کمتر. آیا این نظر کارشناسان رو تایید می‌کنید؟ عرضم به خدمتتون که روحانیت واقعی رو اگر شما مد نظرتون باشه که روحانیت سال‌هاست خودش رو از حکومت جمهوری اسلامی بیرون کشیده. یه سری هم هستن که روحانی نما هستن و خودشون رو سرباز حکومت میدونن و این آقایون عرضم به خدمتتون که از حکومت باج میگیرن. حکومت اینها رو برای این روزها تربیت کرده، برای وقتی که لازم داره اینها رو بیاره تو جلوی تلویزیون و نشون بده که روحانیون هم بودن. ولی واقعا ما چیزی که دیدیم و برنامه‌ای رو که آقای مجتبی خامنه‌ای در نظر گرفته، سناریویی که ایشون نوشت، بله کاملا مسائل امنیتی است و ما به شدت این امر رو محکوم میکنیم که کشور رو به دست نظامی ها و نیروهای امنیتی بسپارن که عاقبت خوشی نخواهد داشت. ممنون از شما آقای مصطفوی که از طریق خط تلفن با ما بودید. متشکرم.